آخه بهش میگیم یا بیا با ما قشنگ صحبت کن یا هم که اونجا هستی دیگه خودت یه جوری بشین حرف نزن، حرف حلیل نمیشه که بچه خیلی میگم نکن دیگه، بذار با هم دیگه غذا میخوریم. حق داره میگه حق داره. والله مدرس کرد رای خواستم نگاه کن اصلا هیچ روغنی ما حتی گوشتم سرخ کردیم روغن نریختیم، ولی ببین خودش این گردو خیلی عالی بود. گیرم و خیلی حالا درگیرم دیگه. سیمین هر هفته یه بار میاد، اونم حالا یه وقتا نمیاد. الان 3 هفته نمیذارم یه ذره هستی یه ذره. سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. سلام علیکم. اول شما خوب استیدی؟ خیلی ممنون. همیشه انشالله خوب و خوش باشید به حق علی. امروز خیلی انرژیش باز من بلد نیم ولی صداره بلده. من خیلی متوسط صداره انرژیش برای امروز چا کنیم. خودت که البته استادی. بچه‌ها یه سری غذا هست که خب گیلانیه ولی نمیدونم شاید به مرور اومده داخل حالا سفره‌های ایرانی. خب مثلا قدیمی‌ها شاید همه بلد نباشن، مثل مامان که مثلا گفت من اناربیج بلد نیستم، ولی فسنجون مامان دیگه حرف نداره، همه میدونن فوق‌العاده خوشمزه درست میکنه. از اونجایی که این غذا هم شبیه فسنجونه، گفتم اون مرحله اول که به فسنجون ربط داره رو مامان انجام بده، بقیه‌شو من انجام بدم. حالا چیزایی که ما احتیاج داریم برای اناربیج، گردویی که قرار آسیابش کنیم. حدوداً 300 گرم گردو میخوایم ما. این حالا نیم کیلوه ولی 300 گرم کافیه براش. 250 گرم سبزی سرخ کرده شامل جعفری، گشنیز، تره، چوچاق و خالواش که سبزی محلی گیلانن که من قشنگ درستش کردم، سرخش کردم. من دیگه میخوام سرخ کرده داخل حتی گوشتم هم اضافه کنم. رب انار داریم که رب گیلانیه، پیاز داریم، گوشت چرخ کرده داریم، آب، نمک، فلفل و زردچوبه، حالا روغن هم که میخوایم گوشت رو چرخ کنیم. حالا تو اول کار که به سبک خودت رو بگو که چیکار باید بکنیم. اول کار من آب میذارم جوش بیاد، به اندازه گردوی خودم آب میذارم جوش بیاد. آب وقتی جوش اومد بس چیکار میکنم؟ فلفل، زردچوبه، آب یه 5 دقیقه جوش اومد، فلفل، زردچوبه، نمک میریزم، بعد گردو رو میریزم. گردو رو میریزم قشنگ گردو به اندازه یه رو 20 دقیقه جوش بکنه که یه مقدار جا بیفته. بعد نه گردوی میذارم نیم ساعت بیشتر جوش بکنه، بیشتر شاید 1 ساعت. آره 1 ساعت جوش بکنه که یه مقدار چی میگن به اون بلد نمیده، به روغن بیفته. به روغن، آفرین، به روغن بیفته. حالا اون مراحلش رو بهشون قشنگ نشون میدی. آره اینو خیلی وقت بود میخواستم درست کنم، گفتم حالا که دارم درست میکنم بذارم ویدیو بگیرم که شما هم ببینید. ما شما آب ببینید. ما الان آب میذارم جوش بیاد. آره تا اون جوش میاد ما گردو رو آسیاب میکنیم. چون گردویی که برای فسنجون آب بس خوبه. آره یه پارچه آب ریختم. یه پارچه پرم نه. بعد هر موقع احساس کردیم فکر کنم به روغن نمیفته یخ میریزن. حالا شما دیگه آب نمیریزید. من یه ذره آب چرا وقتی که میدونم ولی روغن میفته. اگر نیفتاده یه ذره یه قاشق همیشه آب سرد میریزن. بعضی نفر یخ میریزن ولی من یه آب سرد میریزم. نه بذارم جوش بیاد. خب گردو رو الان تا اون جوش میاد گردو رو آسیاب میکنیم. گردویی که برای فسنجون آسیاب میکنیم باید خیلی قشنگ اینجوری حالت له داشته باشه. وگرنه خیلی تو کیفیت فسنجون تاثیر میذاره، خیلی اونجوری خوب جا نمیفته. بچه سبزی هم بهتون گفتم من همیشه سبزی رو تازه میگیرم، چون دیگه اینجا نمیخواستم وقتم گرفته بشه درستش کردم. تازه میگیرم، یه مقدارش رو به صورت خام به گوشت اضافه میکنم، یه مقدار رو سرخ میکنم. یه وقتایی هم که مثل الان پیش میاد سبزی سرخ کرده رو هم به گوشت اضافه میکنم هم داخل فسنجون اناربیج. به نظر من خیلی فرقی نمیکنه تو طعمش. خب اینم گذاشتم بیرون که یخش آب شه. ما یه ظرف میدی که پیازو رنده کنم. خوبه سر. آره یه رنده. خب بیا اینجا به دوستان بگو که چند وقتیه پیدا نیست. من ویدیو نمیذارم، همه میان میگن مامانت کو. عقبیته. فکر کنم این استیل. میگم مامان پیداش نیست.
بچه‌ها این دیگه تابستونه، اولا که ما همه درگیر زندگیمون هستیم، ولی یه وقتی هم پیش میاد میریم بیرون، مامان خیلی گفتم بهتون دوست نداره تو اینجوری شلوغی و اینا باشه، خیلی اذیت میشه دیگه، نمیاد. برای همون ما دیگه میایم مامانو میبینیم، وقت ولی نمیکنم ویدیو بگیرم. بیا حالا واسه دوستات صحبت کنم همونو. دیشبم من تا دیر وقت بیدار بودم، همش استرس داشتم که وای اگه زود نرسم، چون فسنجون میدونید دیگه یه غذاییه که خیلی راحته ولی باید حتما با شعله ملایم جا بیفته. انار بیجم دقیقا مثل همون فسنجونه، به خاطر اون قسمت گردوش همش بودم زود بیام که اون یه چند ساعتی قشنگ جا بیفته، من بتونم به کارام برسم. من به خدا از مریضه بخصوص تعلم من سکر بگم درس من ندارم بیرون بشم بخاطر اینکه هوا گرمه خیلی. هوا گرمه، آره تو شلوغی هم دوست نداری. دارو میشین زیاده، روز 32 تا صبح تا غروب 32 تا قرص خورم، بخاطر اون بیرون بچه‌ها میگم بچه‌ها شما برای خودتون بریم، برای شما خوش بگذره. من والله به خدا نمیتونم بیام. این از ناراحت میشه، میگه بابا ناراحت نشیم، والله به خدا من نتونم بیام وقتی میدست نیه. خب دیگه ما الان دیگه ناراحت نمیشیم، درد میکنیم که نمیتونیم. الان دیگه مرا دست بکشد. الان دیگه نو جشن قایم مرا بردی. آره دیگه. حالا بیا اگه بعدن دیگه دیدی نمیتونی بعد یکی تو رو میاره. آره دیگه بعد بکنم بیام. چون تا 12 از 9 شروع میکنم به قرص خوری تا 12 شب نمیتونم زیاد شب بیرون برم. هوا گرم، هوا خنک باشه چرا دوست دارم. خیلی هوا هم گرم شده این چند روز. خیلی گرمه. انقدر میخوری که چی بشه؟ ماری خوب. کی گفته آب پیاز خوبه؟ آب پیاز برای من خوبه خانم. بیا بگی. بچه من دوست ندارم یه چیز دور بریزم. میدونیم همه میدونیم آب پیاز. آب پیاز برای میکروب خیلی خوبه. من دکترای عزیز حتما برام بنویسید آب پیاز برای میکروب خوبه. من بعضی موقع میری دکتری کنم. آب دیگه آب پیاز مادر من. خب این از پیازمون که رنده کردیم، آبشو باید بگیرید وگرنه گوشتتون وا میره. نمک فلفل هم مامان میزنه، من اینو یه قاشق هم برام بیاری برای سبزی. آره این قاشق اول فلفل نمک بریزم، چون سیمین خانم اینه به من داد، اون پیمانشان نداره. نه والا به خدا منم این سبکی دارم، پیمونه نداره. خب بس درست ببخشید سیمین خانم. زرچوبه اینا دیگه باید قلقلی کنیم دیگه. سیمین خانم ببخشید فلفل خوشمزه میکنیم. بریز من مشکلی. حالا قاشق بهم بده. این قاشق چرا با دست نمیزنید؟ دست نه با دست میخوام. این سبزی سبزی باید باهاش قاطی بشه. خب من اونو بلد نیستم. به خاطر همون گفتم دیگه. یکم سبزی هم باش چیز میکنه که خوش طعمش کنه. این سبزی رو حالا چون بکم چیزه من میذارم سبزی ذره آب بشه. از فریزر در. خب این بستش. این میذارم ذره آب بشه بعد. ما میریم گردو رو آسیاب کنیم. این بذار ببین. خب گردو رو آسیاب کنیم. دیگه چه خبر؟ حالی شده دیگه، حالا یه بد شد. آره. خب بچه ها اینو خوب آسیاب میکنیم که قشنگ حالت پودری بشه دیگه. میدونی چند ساله محمد بودیا آمده بود؟ گفتی به بچه‌ها 6 ساله بود من اینو خریدم. 3 تومن. یعنی خوبه یادته که چه قیمتی بود. آره یعنی 3000 تومن اینو خریدم. 3000 تومن. بعد اینا شوهرم یه چیزی می‌خریدم غرغر می‌زد. اینو بردم خونه دوستم جا دادم، بعد از 3 ماه گفتم حبیب من یه چیزی خریدم. گفت چی خریدی؟ گفتم بعد اینو آوردم.
الان چند ساله محمد الان چند سال داره از تو بزرگتره دیگه محمد 66 مثلا تیجیگه بزرگتره آره 2 سال از من بزرگ تو الان چند سال داری؟ من از سالا ننم ده زکر مثلا خب دیگه طبیعیه دیگه تعداد بچه دیگه باید یادت باشه من 68 هم میشه 33 سال 33 محمد بس داره الان من دیگه تقریبا 34 هم تموم میشه الان 33 رو دارم 33 خورده محمد ما 34 میگم ساله بودیم چند ساله ما یه چیز به خدا مثلا نگاه میداریم خیلی ترتمیزم نگاه میداریم حالا هر چیز باشه ما هم باور کن مثل توی من نه صدر تو وسوس داری تو نه تو هر چیز یاد نمیدونی خوبه مثلا یه ذره ناجوشیه یه رنگش رو پرید از این ناز ما الان به نظر دیم خوبه نه برای نه یکی دی بازم دوتا بازم الان خوب خوبه به الان خوب اینجوری همینجوری جدا نمی‌کنی نه چرا جدا کنم آره جدا کنم انا فشار بده تو راحت تر اونم بدهنی کناره بردی آره قشنگ اینجوری خیلی آسان آره آسیا بخوابی چند سال اجاره 35 سال مولینیکس باید تو با مراقبت هم واقعا ازش استفاده میکنی نه این کلا همه وسایلاتو مثلا مامان باورتون نمیدونم میشه یا نه قدیما که البته اینجوری بود مامان برای جارو برقیش برای نمیدونم روی تلویزیون روی تلفن الان اکثر دارم صدر جارو برقی برای لولی اون عکس اجاره کاموا بافتم چی میگم پوش بافتم اینجوری مامان مراقبت میکنه جارو برقی چند سال ناسیونال گرفته بودم مثلا 30 سال یا 32 سال پیش مثلا گرفتم بعدا اون تا الان نگه داشتم دیگه صداره دیگه یه ذره به دانایی رسید گفت که این خوب نیست فلانه بساره مثلا خوب نمیکشه مثلا یه ذره بزرگتر شد دیگه برای خونه رو این میکرد دیگه یه چیز دیگه بهت بگم بچه‌ها یه سریا گفته بودن که چرا تو خونه رو تمیز نمی‌کنی چون سیمین آخر هفته میاد و اینا و من گفتم تو چرا تمیز نمی‌کنی گفتم که حالا شاید همه اون کامنت رو ندیده باشین من گفتم خب اون زمان که سیمین و اکرم ازدواج کرده بودن نبودن همه کارهای خونه با من بود از صبح همه کارا رو من انجام دادم الان دیگه من چون ویدیو میگیرم و خیلی حالا درگیرم دیگه سیمین هر هفته یه بار میاد اونم حالا یه وقتا نمیاد الان 3 هفته نمیذارم بیاد یه ذره حسی یه ذره مریض شد گفتم سیمین یه بار حسی رو برو یه جمعه بیرون همه تا جمعه نه برای تو سخته الان 2 هفته اکرم میاد اکرم و منم یه هفته هم که من شو 3 هفته ولی اینکه بچه‌ها من هر کدوم از بچه‌ها تو زمان خودش کاراشو انجام داده نه خدایی ستاره از کوچیکی از کلاس 1 یعنی تمام این جارو با جارو دستی جارو موقع نداشتیم مثلا کوچیک بود دیگه بعد من جارو خریدم بعد ستاره چیکار میگه با جارو دستی 2 تا جارو دستی گرفته بودن با جارو دستی اینا رو همه رو فرشا رو همه رو می آورد واسه گفتم ستاره نکو این کاره بعدا دیگه 17 18 سال شد با ما سینزه بدن نمی اومد خونه رو بقرآن هیچ سال با ما نه سینزه بدن نمی اومد ولی ما مثلا میرفتیم این خانم چیکار میگه ما میرفتیم میمودیم دیدیم خانم خونه را همه را زیرو رو کرد همه را جارو ترتمیز پنجره خب تا ما شب میمودیم خونه همه ترتمیز بود اخلاق من نداشت من مثلا از صبح خونه رو میخواستم جابجا کنم دیگه غذا هیچی نمیخوردم تا غروب خونه رو که جابجا میکردم دیگه میشستم غذا میخوردم صداریم اخلاق من نمیداشت وگرنه اسم میموند کار میکرد گفتم صدا نکنی این کمرت درد میگیره این یخچال تو چرا بالا میکنی کمد چرا بالا حالیش نمیشد دیگه حالیش نمیشد تو زمان خودش خلاصه حواستون باشه ما هم تمیزکاری کردیم فکر من مثلا دوست ندارم کار کنم یعنی کار نه خدایی وقت نداره اصلا من به همه گفتم برای زیاد نمیاد برای اینکه وقت نداره چون چی میگن یوتیوب میگیره دیگه وقت نداره چون یه ذره به علی سرکله میزنه یه ذره خودش علیم خدا شاهده چند بار مریض شو اصلا به حالت مر ولی صداره اون زنده کرد اصلا من اگه هیچ چیز منم درست نمیکردم اون خودش غذای صداره نمیخورد
آره دیگه. من این ذره میگم مشغول برنامه این ویدیوهایی که میبینید باور کنید همشون کلی وقت از ما میگیره. همین ویدیویی که اصلا من امروز اومدم خونه مامان، خب قبلش دیروز به مامان گفتم، مامان خب کار داشت ولی گفت باشه من حتما مثلا میمونم که تو بیای مثلا ویدیو بگیری. اینجوریه، یعنی هر وقت دلم میخواد با کسی ویدیو بگیرم همیشه اون آدم تو مثلا دسترس نیست یا شرایط نداره با من ویدیو بگیره. به خاطر همونه که من هر روز که نمیتونم بیام خونه مامان، همه میگفتن تو رو خدا بیشتر با مامانت بذار، ما مامانتو خیلی دوست داریم، خیلی از هر جایی که فکرشو خداوند نشونه دوست بداره به حق علی، خداوند همه دوست خداوند نشونه دوست بداره به حق فاطمه زهرا. جای سیما خانم اینجا خالیه، انشالله حاجت خودشو ببینه. دوست صداره جون الهی آمین. از طرفی متین جون، متین آره متین جون هم همیشه با مامان و باباش دنبال میکنه ویدیوهاتو. آخه مادر متین با من دوست بودن اینجا ها. آره ایران بودن الان رفتن. آره من حتی خونه مادر بزرگ متین رفته بودم، الان نمیشنم. مادرش ببینم نمیشنم. به مترا خانم گفتم بودم مترا جان اگه مادر تو زنگ زدی بهش بگو فرنگیز هر جا دیدی سلام علیکم یا مثلا سر تکون بده. من همینجوری هم خیلی زود قیافه ها یادم میاد. آره قیافه من یادش. به نظرت این گردو روغن میندازه یا نه؟ آره چون میدونی گردوهایی که برای فسنجون یا مثلا غذای اینجوری گردوی استفاده میکنن اصولا سیاهه مثلا. نه این گردو خوب، اون گردو اما این گردوی خوبیه برای خوردن ولی برای خورشتی نمیدونم. ایده برای گردو که اون سیاه میشه زیاد مثلا مزه نداره، اون خود گردو خوب نیست، سیاهه. اینا الان خوردنیه، این سفیده خوبه. گردو آماده بیان آخر جوشه این خوبه؟ آره ایده آره ببین چرا؟ چون به خاطر قابلمه میگم اون کوچیک باشه این حجم از چیز ذره خوب به عمل میاد. حالا یک دوگنی باسه آبم جوش اومد الان داره فلفل زرجوبه رو میریزم. ببین یک کم زرجوبه میریزم چون گوشت ما زرجوبه داره. یه ذره فلفل میریزم. نکم نمک چی گفتی؟ نکم نکمم بریزی بچه ها. نمکم بریزم بچه ها. این قبل هم این صداره نباید یه ذره لکه باشه. من باید ملاقه چوبی قدیمی دارم بچه ها تمیز. ببین این الان جوش میبینی. الان گردوی منم یه ذره بده جوش بکنه، سرش بذارم یک کم دیگه جوش بکنه و گردو رو میرزم. الان گردو رو میرزم. گردو هم ببینید اینقدر آسیاب شده. آره نیم کیلوی آسیاب کرد دیگه صداره. نیم کیلو رو آسیاب کرد. بسته که به قابلمه‌تون داره دیگه. با قابلمه اگه بزرگ باشه میتونید بیشتر بریزی، هیچ ایرادی نداره. آره خب آب جوش میکنه. الان گردو رو میرزم بچه. بعد شعله گاز مون زیاده الان باید زیاد باشه، یه جوش بکنه. بعدن دیگه اینه کم میکنم که برای خودش چی میگه نم باید جوش کنه، زیاد نباید جوش بیاد. مثلا باید برای خودش با شعله ملایم باید فزونجون با شعله ملایم باید دم بیاد قشنگ. ببین خانم روغنش ببین الان رو فوری روغن داد چون این گردو خوبه، گردوی خوبی هست. گردو رو همه رو میرزم همین نیم کیلو. آره پیس. آره یعنی چجور دنه درست میکنم فزونجا امراضی چجور درست کرد خوشه دامده. آره خیلی خوشمزه بود واقعا. تو هم نمو خیلی خوب درست میکنی والا، فوق العاده درست میکنی، خیلی خوشمزه است. اتفاقا بچه ها از همون ویدیوی آموزشی که گذاشته بودیم
چند وقت پیش آموزش همین فسنجون به سبک تو خیلی دوست داشتن، خیلی ها درست کردن، چون روش تو خیلی راحت تره، قشنگ میذاری بجوشه. اون زمان ما میمان داشتیم، بهترین کار، بهترین رای ما همین بود. فسنجون درست میکردیم با ترش کباب و همه همین غذا رو دوست دارن واقعا. ترش کباب و فسنجون. الان سرش میذارم بچه‌ها. این یه ذره جوش اومد دیگه، باید اینو کم کنم که برای خودش با شعله ملایم چاپ. آره و شعله ملایم چاپ. درست. گوشت و پیاز و ادویه ها و سبزی رو قشنگ اینجوری دیگه تخم مرغ رو نریخته داره. آره. ما تخم مرغ می‌ریزیم. این کتلت نیست که ما میگه تخم مرغ نمیخوای، گفتم تخم مرغ، گفت برای این، گفتم نه. اینو قشنگ ورزش میدیم. بعد به اندازه یه فندق، اصولا خیلی بزرگ بر نمیدارن، ولی رستورانا درشتر مثلا این گوشت رو اینجوری قلقلی میکنن، یه ذره کوچیک‌تر که مثلا به همه برسه، یا تو هر مثلا خاله فدی اصلا از این کوچیک‌تر درست کرده بود. ولی اون روز که خونه مبینا بودیم خاله درشتر درست کرده بود. نه خونه خودش یه آره. ما رو دعوت بود. آره بستگی داره که مثلا حالا این خوبه. آره مثلا اندازه اینجوری ببین این حالتی قشنگ خوب ورزش بدید که وا نره. بعد اینو بعضیا همینجوری میندازن داخل همون مواد چیز گردو. آره بعضی هم نه، بعضی هم اینو یه دونه اول یه تفتی میدن، یه سرخی میکنن، بعد اضافه میکنن. من همیشه سرخ میکنم. آره. اونجوری بهتر، یه کوچولو سرخش. اصلا یه مدل فسنجون هم هست که کلا فقط به جای مرغ گوشت چرخ کرده مثل این میریزن. اونجوری هم یه سریا درست میکنن، ولی وقتی سبزی داشته باشه دیگه میشه اناربیج. اناربیج داره. چون سبزی‌های محتر داره. آره. بعد اناربیج بچه‌ها اینم بگم، مثلا وقتی آبو میذاری که بجوشه، برای اناربیج یه مقدار آب انارم میذارن. این یکم ترش‌تره. من چون خیلی غذای ترش دوست ندارم نمیریزم. حالا اون دیگه چی میگن عشقیه، یه وقت میریزم یه وقت نمیریزم، ولی خیلی من ترش دوست ندارم. منم غذاهای ملس دوست دارم، هر خورشی باشه، ولی همینجوری ترشی بده، آبغوره بده، آره. خیلی میخورم ترشی، خیلی میخورم، ولی اینجوری غذاهای ترش دوست ندارم. منم خیلی ترش دوست ندارم. ولی ماما اینو از قدیم دوست داشتن. فسنجون نمیدونم چرا بر چه اساسی میگفتن که باید حتما سیاه باشه. آره چرا؟ مادر من خیلی دوست داشت فسنجون سیاه باشه. منم دوست دارم باید فسنجون اگه اون سیاه نباشه که نمیبرم. چرا چه فرقی میکنه؟ ولی بعضی نفر تو فسنجون رو بگوجی میریزن. آره ما نمیریزیم. ما هم نمیریزیم. مثلا بعضی نفر پیاز میریزن، ما نمیریزیم. ما فقط گردوی آب ترشی همین با مرغ حالا. این پیازم گفتی بگم، داخل اناربیج هم بعضی‌ها پیاز سرخ کرده میریزن که حالا یه ذره به غلظت برسه، ولی امروز منم نریختم چون میخواستم به سبک ماما اون قسمت فسنجونش اونجوری باشه دیگه، فقط گوشت و سبزی اضافه کنیم طعم خوبی میگیره. و این غذا رو اصولا هم با برنج می‌خورم هم با نون. با برنج ولی خب خوشمزه. نه من برنج بدم. آقا عادل آره دیگه نهار گفتم اینجا، چرا گفتم که می‌خوایم ماما میخواد اناربیج درست کنه. آقا عادل می چشمم خیلی پسر خوبیه. خوشحال بود. عادل هر میخواد بیاد خونه، یه سرشو خونه مامانه، منم نزدیکه ولی خب من دیگه خونه باشم بیرون نمیام. عادل ولی میخواد از سر کار بیاد، یه سر میره خونه خودشون. بعد هر دفعه که بره امکان نداره میره روی این چیز اجاق گازشون، هر غذایی باشه یه دور تست میکنه، یکم برنج میریزه با غذا میخوره، بعدم میاد خونه میگم آخه تو نهار نداری. مادرش مزه میده. آره همون میگه آره دوست دارم. مامانش به خدا، مامان بابای آقا عادل حرف نداره اصلا. طلا به خدا. میگه ماما اجازه میده، راست میگه من نمیذارم. میگه ماما اجازه میده من وقتی میرم رو گاز وسایلاشو دهن، تو اصلا نمیذاری. میاد سیب زمینی برام میگم نکن دیگه، بذار با هم دیگه غذا بخوریم. حق داره. میگه حق داره. والله مادرش کار زرای خسته مونده قایچی خوری بخوره دی. مردگان این موضوع گونه گازه. بابای مایه تو اجازه میدادی خدایی به ما؟ نه منم اجازه نمیدم. با آقای مایه اصلا میخواد از در بیاد بیرون، میگم همین سر گاز نریه. هرچی من میگم میره یه دونه چی میگن تست نمیکنه، ولی سرش برمی‌داره ببین من چی درست کردم. من تست نمیکنه. گفتیم بابا کجا؟ بابا رفته دیروز خیار چی از باغ
بابا امروز رفته بازار بفروشه. آره. بابا کنار مغازه فکر کنم محمد میمونه. آره نه؟ کنار محمد. آره من این محصولاتشو میره خلاصه میفروشه. آره کنیم. چون کارتخانه بلد نیست، محمد کارتخانه داره، بیشتر کسان پول ندارن. آره نقد خیلی کم. آره نقد پول مردم ندارن، میره اونجا کارت حمید بلد نیست، باید محمد براش جمع گیره. اصلا تولدی چیزی میشه من اصلا غمم میگیره چجوری پول تهیه کنم واسه هدیه واسه زینب. آره باید بدم آخه من چجوری باید بهت بدم نه بابا بعدم بله نه همون واسه زینب میگم. حالا اولی زینب نزدیکه تولدشی که سیمین به من رفته، زکم به من رفته، نه اکرم گفتم خانده امیر میارزه بزه بگو بچه ها به من رفته، فقط زینب و هستی به من رفته. خب نوه ها یعنی بهت ربط داره بچه ها نداره درسته؟ آخه بلد نیستم که حتی خود من نمیدونم که تولدم چی هست 20 مهره. خب بعد من یادشه با امیره شما دوتا تو یه روزی. آره همه دوتا یه روزی. ببین چه حتی مامان واقعا جبران میکنه. خیلی وقتا اونجوری راست میگه روز تولد براش خیلی چیز نیست، ولی همینجوری هر موقع هر کدوم از بچه‌ها نیازی داشته باشن چیزی بخوان مامان هیچ وقت دریغ نکرده برای هممونا. واسه همون میگه واسه بچه‌ها کاری هم نوه ها خوشبال نوه ها. الهی مجلی بیارم اون بگده شما خو خانواده میده امیر علی شما خانواده من فقط مامان خوشگل من، مامان یکی دونی من، مامان خوشگلم، مامان عزیزم، من فقط تو رو دو تو خانواده من هستم. بگدم کره بس ما چی هستیم؟ اون موقعی که ما تو رو نگه میداشتیم الان ما خانواده نه. بگدم نه مادر جون اصلا شما خانواده نیستی. من حق دارم که این بچه رو میگیرم اذیت و آزارش میکنم. الهی برش بمیرم. اصلا تو بدنی که اما اون روز رفتیم خونی اکرم رازی یک لحظه رفت بیرون این زمین زمان به هم زد. مامانم بیاد ما غذا بخوریم. آخر ننشستم تو سفره. آفرین ولی خوبه به خدا آخر تو سفره ننشستم. دو تا برادرم غذا نخوردن تا مامانش اومد بعد نخوردن. من دقیق یعنی هرچی پیش میرم بزرگتر دارم درست میگم. و یه تابه باید بدی که اینو سرخ کنی. سبزیش خیلی خوش داری؟ سبزی تیشین سبزی خوبی است. خیلی خوش عدده. تابه دارم خود. بیا خانم تابه تو مری بیا همه ده خانم. تابه خوب. بچه نگاه کن نیم ساعتم نموند ولی ببین چقدر روغن داد. ببین دیدی این روغنه به خدا این روغنه نگاه کن 2 تا 2 روغنه یعنی به اندازه به انگشت فقط روغنه. خیلی خود گردو خوب بود. آره خدا جالب خرید گردو رو نه رو با پدرشم میگه خدا نیتونه سالم بکنه. من همیشه گردو رو ما از شنبه بازار با پوست میگیرم. خب اینم گوشت قلقلی همون ببینید قشنگ قلقلی درستش کردن. دختر الان ترشی تنم دونم چون میگم آره بریز. آره تو بریز بعدم من بیام اینو سرخ کنم. خب باش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد حدودا نیم ساعت شد فکر کنم. آره نیم ساعت آره نیم ساعت شد ولی ببین گردو باید یه مقدار بپزه. گردو که پخت آدم ترشی رو میرزه. بسم الله. حالا ببین این سیاه میکنه نکرده من. آره ولی این من استفاده میکردم واقعا چیز میشه سیاه بینه. آره. الان یه قاشق ریختم یه قاشق پر نریختم یه ذره دیگه بریزم ترشی ببینیم چقدر هست. اونی که مامان مریم درست میکنه به من داده بود اون خیلی هم سیاه میکنه هم ترش میکنه و مثلا بیشتر از یه قاشق اصلا نمیریزم چون خیلی دیگه ترش میشه. مامان مریم چگونه اونم خیلی عالیه. آره اونم خیلی عالیه. خب من بیام اونو سرخ کنم. بیا دختر دعوا باز تو اطراف بیست. خب من میگم اون ولی منم که لقمه بخورم. خب بچه‌ها تا حالا اون رو چیز میشه اینو بذارم اینجا من بیام داخل تابه اینو سرخش میکنیم یه کوچولو.
سلام بچه خوب هستین؟ نگاه کنین دوستای ستاره عزیز ما، الان فوزنجون ما به عمل اومد که البته اناربیجه ولی این قشنگ به عمل اومد. نگاه کن ببین چقدر غلیظ شد. الان ما چیکار میکنیم؟ این دیگه به عمل اومد. الان گوشتشو میریزیم، گوشت میریزیم. جای شما خیلی خالیه، این خیلی خوشمزیه. جای شما خیلی خالیه. خب حالا فسنجون با چیا میچسبه؟ اینم مطمئنم با همونا فسنجون میچسبه دیگه. معمولا تراب خوبه ولی حالا اگه تراب نداریم، موقع تراب نیست، سبزی خوردن، سبزی خوردن، زیتون. ببین بچه، ببین چقدر قشنگ تمیز. ببین خیلی عالیش. ببین الان این بمونه دوباره برای چی میگن؟ یه مقدار دیگه بمونه. آره برای نیم ساعت یک ساعت بمونه. چرا؟ برای اینکه گوشت ریختیم، سبزی رو بریزیم، این به عمل بیاد دیگه. خب چند قاشق بریزیم؟ آره یه سه تا، آره سه تا همینجوری بریزی فکر کنم خوبه. خب یک یا دو تا بریزی. خب دو تا بس. آره دو تا بریزی. کی سبزی این بنا تلفن شاید هواجر است. بازم میخوام درست کنم. خب اون سبزی هم قشنگ باید باز بشه. باز به ان جوش بکنه خودی باز به. میشد اناربیج ما خورد. من تا درست نکردم. حالا با توسط ستاره این اناربیجم درست کردم. خوشت اومد حالا؟ آره سخته به نظر یا نه؟ البته سبزی برای من سخته. من بگیرم هر مدلی بگیرم بیارم درست کنم. بله برای من سخته ولی سبزی آماده باشه، گردو آماده باشه دیگه کاری دیگه میذاری ماشاءالله ملایم. بعدم ما یه کته خوب درست کنه برامون. الان کته درست میکنم کنارشون. برنج الان میذارم که آقادر بیاد قشنگ برای خودش با این دیگه الان کم رو برای خودش نم جوش میکنه. انا مالا میپلایه ای بنا. غذای خوشمزه ما حاضر شد. دست مامان در نکنه. چه کرده ماما؟ خیلی میکنم. سلام بچه ها، دیگه برنج دمی ما آمادیه. اول بقای برنج برنج خالی کنم، بعدا زیتون صدار خانم زحمت کشی، فلفل از باغ ما فردا میچینم شما ببینی، از همین باغ ما، همین خونه چیدیم. بعد سبزی خوردنم صدار خانم سری رفت زحمت کشی، گرمای رفت خرید اومد. گوش میدی؟ بچه ما برنج اینجوری برمیگردیم. برنج دمیه خیلی خوبه. آره خیلی خوبه کتر اینجوری برمیگردونی. ببین بچه عالی. اصلا منو ساخت. اصلا نه تو واقعا. بله نگاه کن. بعد اقادل عکسم بیرشنی. الان این اناربیجمون اینم یادم رفت بگم بعضیا توش گلپرم میریزن، طعم خوبی میده ولی خب من دیگه امروز نمیخواستم که مامان چیز کنه. خیلی ضعیفه. اسم خاموش کن. آره خاموش میکنم. بچه نگاه کن چقدر قشنگ. انبوشونو خاموش کن بی. باش. بچه این اناربیج ما اولین بار من اینا مثلا درست کردم. من که درست نستاره همه را گفت مثلا ما جمع جور کردیم. آقا عادل اینا نوش جان کن دیگه، نه استخون داره نه هیچی. عادل کلا فسنجون به خاطر اینکه توش مرغ میریزن بعد مثلا خیلی بپزه اینجوری له میشه دوست نداره، ولی عاشق اناربیجه، خیلی خوشش میاد. بچه روغنش ببین چقدر روغن پس داره. نگاه کن اصلا هیچ روغنی ما حتی گوشتم سرخ کردیم روغن نریختیم، ولی ببین خودش این گردو خیلی عالی بود. نوشه جان تو هم البته خیلی خوب به عملش آوردی، عالی شده. نگم از عطرش جاتون واقعا خالی. سبزیه الهی که باید ایران ما شماری چه کنیم مجرور خواهد باید میخوام بلد شدی باید درست کنی. آره ولی دادا بلی خواست تنبلم سبزی چه کنی چه تنبلم نمیتونم خورد کنم. دستتون در نکنه که
فرصت کردین ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوست داشتید حتما لایک کنید. بابا از کادر خارج خب بهش میگیم یا بیا با ما قشنگ صحبت کن، یا هم که اونجا هستی دیگه خودت یه جوری بشین حرف نزن، حرف حلیل نمیشه. بچه خیلی ممنونم از شما. اگه این غذای دوست داشتین به من بگین، من برای شما مثلا بعضم درست کنم، چیزای دیگر درست کنیم. بعد خیلی دست شما در صدر جون لک کنی، حمایت کنی که دست شما در نکنه. به خدا خیلی ممنونم از شما. یک دنیا ممنون. مرسی مامان، امروز زحمت کشید، واقعا خیلی عالی درست کردید. طعمش هم عالی بود. کاش میتونستیم این طعمش رو براتون یه خورده از این براتون برای همتون بفرستیم. نمیشه. خیلی دوستتون دارم. ایران با مایید همه شما ری چوبونی حتما باید میخوانن والله بخدا. اذا کلبی درویشیانه داریم خلاصی در نان پنیر پیدا به. قربونه دست در نکنه. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. ان شاء الله سال خوب و خوشی داشته باشی. خدا نگهدار شما باشه. شما رو مچیم دار.